یکی میگن که همینجا تفتیشات اومد تلخکف میشه مردم. ای مخلوق خدا تلخکفه، اما او خدایی که جهنم داره، او خدایی که ابدی میسوزونته. شریعت به این بزرگی اومده، شریعت شوخی میکنه. هست یا نه میکو؟ واسه همینجا ما بودو یک از درویا دکمنت تگو همه به خشوعی نمیدون چه تنشکوه، اما در مقابلی قبله ایستادن پروا نداره. در این نماز تلفنو زنگ میزنه، 10 کسی دیگر غم میتیه، یک کبر و غرور قدم است. برای که نمیشناسه خدا رو ولی، اما خدایی که یک قطره آب خلقش کردگی، این یک قطره آب خلق کردگی، سازنده رو ما نمیشناسیم. ما سازنده رو شناسیم که در پیش خمیازه نمیکشیم، میترسیم خمیازه کشیدن در نماز، ولی نمیشناسیم شه. اما اون مخلوق رو میشناسیم که ما را کم ترک یا چیا جریمه میکنه، یکون روز مقصد دیگر غم میتیه، اما از او تلخ کف